قاعده صدام مفهوم نبی و رسول را بدانیم. خب این قواعد مربوط میشه به ایمان به انبیا و رسول. این حال ما باید فرق بکنیم که نبی چی را میگن و رسول چی را میگن. وقتی که در کتاب در قرآن بر ما شما خبر داده شده است درباره انبیا و رسول، نبی در لغت به معنای خبر دهنده هست. نبأ عما یتساءلون عن النبأ العظیم. نبأ العظیم چی را میگن؟ از خبر بزرگ. پس نبی در لغت به معنای چی هست؟ به معنای خبر دهنده هست. و رسول چی را میگن؟ رسول به معنای کسی است که مثلا فرستاده شده. پس نبی خبر دهنده و رسول فرستاده شده. خب ایناله نبی کسی است که بر از او وحی آمده است ولی کتاب مستقل نداره. علما همین قسم میگن. پس نبی برش وحی میایه، امر به دعوت میشه که برو مردم دعوت بکو، امر بالمعروف و نهی عن المنکر بکو، اما کتاب مستقل این نبی نمی داشته باشه. پس این مثلا از کتاب پیغمبر دیگه، مطابق کتاب پیغمبر دیگه این چی میکنن؟ دعوت میکنن. مثلا بعد از موسی علیه السلام بسیار پیغمبرها آمدن که اونا چی میکردن؟ اما کتاب تورات برای مردم تبلیغ میکردن. اونا انبیا بودن. اما رسول کی هست؟ رسول کسی است که او اگر همین نبی باز سرش چی آمد؟ کتاب آمد، باز این نبی چی گفته میشه؟ رسول هم گفته میشه. پس بعضی از کل پیغمبرها، کل رسول ها نبی هستند، چرا برشان وحی آمده و خبر برشان رسیده. اما یک تعداد از انبیا هستن که اونا تنها رسول هستن و چی هستن؟ نبی هستن. و خب پس نبی کسی است که خلاصش نبی کسی است که بالایش وحی آمده و امر بالمعروف و نهی عن المنکر امر شده ولی کتاب مستقل بالایش نازل نشده. این نبی هست. و رسول کسی است که هم بالایش وحی شده، هم برش امر شده و هم بالایش کتاب مستقل نازل شده. بنابراین هر رسول نبی هست. کل انبیا، کل رسولا که هستن کتاب که دارن نبی هم گفته میشه. اما کسایی که با کتاب بالایش نازل شده اون نبی میگن. همین قسم علما درباره از این صحبت کردن که فرق بین نبی و رسول.